ببین نگاه کن دست بابا رو نگاه کن که ببین من چطوری اینو قیچی میکنم. یاد میگیری بعدا قیچی رو دستت میدم خودت هم باش قیچی کنی. باشه؟ بگو قیچی. آفرین بگو قیچی یه بار دیگه. قیچی بگو. نه اولش خوب گفتی ها، یه دونه قشنگ گفتی. آره قیچی. نگاه دست بابا کن که چطوری از قیچی استفاده میکنی. آره قیچیه. قیچی من دارم با قیچی نون رو آها همینطور دقیق نگاه کن. خب دست روی میفتم. آره با قیچی دارم نون رو میبرم. نه اونو تیکه کردم دیگه دخترم، اونو تیکه کردم. الان نوبت اینه. ببین یارا این چیه دست منه؟ چیه این دست منه؟ اسمش چیه؟ قیچی. بگو الان گفتی ها. بگو قیچی. نه نوبت اون نیست دخترم، نوبت اینه. اون قیچی شده، تیکه شده. نگاه کن یارا، میدونی میتونیم چیکار کنیم؟ بیا اینو بگیر. خب من نه بگیرش که بابا قیچیش کنه. بگیرش، یه ورشو بگیر، منم این ورشو بگیرم. میترسه؟ دیدی یارا. بگو قیچی. بگو. گفتی ها. بگو دوباره. قیچی. بگو قیچی. بگو نون. خیلی قشنگ میتونه بگه نون. آره نون رو بلده. بگو نون دوباره. یارا خانم